اگر این 5 تا خواب ببینی قطعا مال دنیا، برکت، نعمت تو زندگیت فراوون میشه، مثل برف و بارون برات میباره. اول خواب ماهی. اگر خواب دیدی ماهی داری میگیری یا داری ماهی میخوری، یعنی مال بر رزق و روزی و برکت فراوان برات میاد. خواب مار رو دیدی، همه میگن مار دشمنه، ولی اگر خواب مار دیدی یعنی مال زیاد و رزق روزی برات میباره. خواب آتیشه. هر کس خواب آتیشه ببینه، آتیش تو قرآنم اومده، یعنی مال زیاد و رزق روزی فراوان. خواب دودو دیدی صدقه بده حتما بیرون. بعد یکی هم خواب دریا یا رودخونه، یا یکی آب ریخت یا رو سقف خونتون داره آب میاد، اون باعث افزایش مال، رزق و روزی و نعمت زیاده. یه جا خاک رو جارو میکنی یا رود خاک ریختن یا داری رو خاک راه میری، اینم باعث افزایش مال، رزق و روزی فراوان. با من همراهی زیر این پست برام بنویس خواب.